بسم الله الرحمن الرحیم. سورة یوسف علیه السلام، آیه مبارکه 64 الی 69، صفحه 243. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الله متعال ادامه داستان حضرت یوسف علیه السلام را در این آیات مبارکه بیان میکنه. زمانی که برادران یوسف علیه السلام از مصر به طرف کنعان برگشتند و درخواست حضرت یوسف علیه السلام را به یعقوب نبی پیشنهاد کردند که اگر بنیامین را با ایشان بفرسته یک کیل دیگه هم به اینا اضافه میکنن. زمانی که پیشنهاد را برادران میکنن، حضرت یعقوب علیه السلام به ایشان میگه که من چه قسم شما را امین بشمارم در حالی که در حق یوسف شما چی کار کردین. و زمانی که بارشان را باز میکنن، امو پولی که داده بودن دوباره میبینن که در بارشان هست و میگه ایره هم به ما لطف کرده و دادم.
و حضرت یعقوب علیه السلام میگه شما قسم بخورین تعهد بتین و من باز بنیامین با شما میفرستم. وقتی که اینا تعهد کردن، حضرت یعقوب علیه السلام به پسرایشان گفت که شما از یک دروازه وارد مصر نشین به خاطر که زخم چشم میشین، از دروازه مختلف وارد شهر شوین. این هدایت برشان میده. و همچنان وقتی که اینا میان پیش حضرت یوسف علیه السلام، حضرت یوسف علیه السلام بنیامین از بینشان میشناسه و اینا را مهمانی میکنه. دو نفر بنیامین تنها میمونه و اینا با خود میگیره و معرفی میکنه که من یوسف برادرت هستم. الله همین ادامه داستان در این آیات مبارکه بیان میکنه. الله متعال میفرماید قال گفت حضرت یعقوب علیه السلام هل آمنکم، آیا بر شما را من امین بشمارم علیه کما الا کما امنتکم علی اخیه من قبل، به ای که شما قبلا هم در قبال یوسف علیه السلام شما امین نبودین، کار نکردین که بالای شما من اعتماد بکنم و بالای شما مطمئن بوده باشم. اما باز هم یعقوب علیه السلام بنیامین به اینا می سپاره و میگه که فالله خیر حافظا، الله متعال بهترین نگهبان هست و هو ارحم الراحمین، الله متعال ارحم الراحمین است، یعنی مهربان ترین مهربان ها الله هست که بندش را حفظ میکنه و او را نگاه میکنه. ولما فتحوا متاعهم، وقتی که باز کردن اینا متاعشان را، یعنی دیدن وجدوا بضاعتهم، پیدا کردن دمو اسباب که با خود برده بودن که ردت الیهم، بازگشته بود برشان پولشان، پول حضرت یوسف علیه السلام سرمایه‌شان را برشان مانده بود. قالوا گفتن یا ابانا ای پدر ما، ما نبغی هذه بضاعتنا، چی میخوایم از این کرده، ای است بضاعت ما، پول ما، ردت الینا که بازگشته به سوی ما، یعنی پاچای مصر ایره دوباره بر ما برگردانیده و مانده. و نمیر و اهلنا، و میخوایم که غلبه بگیریم به اهل خود، و نحفظ اخانا، و نگاه میکنیم بنیامین برادر خود را، و نزداد و کیل بعیر، و زیاد میشه بر ما یک کیل دیگی ام از شتر که 10 نفر بودیم 11 نفر میشیم 11 بار میشم. ذالک این است کیل یسیر، کیل آسان که بر ما میرسم. قال گفت حضرت یعقوب علیه السلام به پسرانش لن ارسله، نمی فرستم او را، یعنی بنیامین را، معکم با شما، حتی تا زمانی که تؤتونی موثقا من الله، شما یک تعهد بر من نتین، قسم نخورید، میره نمی فرستم با شما. من الله، از جانب الله، لتأتوننی به الا ان یحاط بکم، زمانی که قسم خوردن باز برشان سپرد بنیامین را و گفت که الا ان یحاط بکم، مگر آنچه که الله بخواهد او کار شدنی هسته. فلما آتوه موثقهم، زمانی که اینا تعهد بسته کردن، قال الله، گفت حضرت یعقوب علیه السلام الله که است علی ما نقول وکیل، با آنچه که میگوییم نگهبان هست. و سپرد بنیامین با برادرایش و قال، و گفت برشان نصیحت کرد که یا بنی، ای فرزند من، ای فرزندان من، لا تدخلوا، شما داخل نشوین، من باب واحد، از یک دروازه وارد مصر، وادخلوا، داخل شوین شما، من ابواب متفرقه، از دروازه های مختلف. در اینجا شیخ علی الصابونی رحمه الله در صفت التفاصیل ذکر میکنه که هدفش چشم بوده، چون در شریعت ما و شما یک بحث وجود داره، العین حق، زخم چشم برش میگه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگه زخم چشم انسان به قبر و شتر در دیگ میرسانه. به می خاطر تعلیم میگه رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه هر چیز که بر شما مزین تمام شد، خوب تمام شد،
ما شاء الله لا قوت الا بالله بگوین. این دفع چشم میشه، نظر دفع میکنه. و این هدایت را حضرت یعقوب علیه السلام به فرزندانش میده. باز این هم میگه که و ما اغنی عنکم من الله من شیء، من دفع نمیتونم از شما چیز را آنچه که در قضا و قدر الهی بوده باشد. ان الحکم الا لله، نیست حکم و فیصله بجز از حکم پروردگار متعال. علیه توکلت، و به الله متعال توکل میکنم. و علیه و به الله متعال فلیتوکل المتوکلون، توکل میکنه همه کسانی که اونا اهل توکل هستند. یعنی انسان از اسباب استفاده میکنه و باز به الله توکل میکنه. بعد از این الله این بیان میکنه که ولما دخلوا من حیث امرهم، ولما وقتی که دخلوا اینا داخل شدن پسران یعقوب علیه السلام، من حیث امرهم از آنچه که امر کرد برشان یعقوب نبی، ابوهم پدرشان، ما کان نبود یغنی عنهم که دفع کند ایشان، من الله من شیء چیزی را از جانب الله که تعیین بوده، الا حاجت مگر حاجت که فی نفس یعقوب قضاها در نفس یعقوب علیه السلام به خاطر فرزندان بود که تشویش داشت که اینا به کارشان برسن. و انه لذو علم، ارین یعقوب علیه السلام صاحب علم بود. آل یکی از ویژگی ها و صفات یعقوب نبی را الله بیان میکنه که او صاحب علم بود. علمناه، که او را ما تعلیم داده بودیم. ولکن لیکن اکثر الناس، اکثر مردم لا یعلمون نمیدانند. آنچه که یعقوب علیه السلام به عنوان زخم چشم به فرزندانش گفت که نشین، این هم الله برش تعلیم داده بود که باید به فرزندانش نصیحت بکنم. ولما دخلوا، وقتی که داخل شدن برادران یوسف علیه السلام علی یوسف، به یوسف نبی، آوا الیه اخاه، جا داد حضرت یوسف برادر اصلیش را که بنیامین بود با خود. و مفسرین میگن که اینا را دو نفر در اتاق میمان کرد، بنیامین تنامان و این را با خود گرفت. قال، گفت برش اینی انا اخوک، من برادر تو هستم، فلا تبتئس، بس تو ناامید نباش، بما کانوا یعملون، با آنچه که اینا کردن برادرها در حق ما. بعدا انشاءالله ادامهش را میخوانیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.